هر جا که میری باز مردم میگه پشتون پرستی میکنه، میگه مون پختونه سره او پختون افغانان دی او دیر خواسته خلق دی. باز بعض جا میره تاجیکو باز تاجیک پرستی میکنه، میگه ما که هستیم تاجیک، میگه ما ابو حنیفه هم تاجیک بوده، دانشمند اسلامی اکثر تاجیک است و ما تاجیک بسیار خوب است. این افغانا بود که وطن در به در خراب کرد. حالا میگم خیر باشه، خرابی مشترک است، هرچی هر که کرده لازم پسان میکنه. اما اصل مطلبی است که نمی قوم پرستی و تاجیک پرستی و زبان پرستی و گروه پرستی و حزب پرستی مذهب پرستی کل لیزی به اتفاق کفر است. چرا که پرستیش حق الله است. اینجا یک گروه وقتی که پرستیش شد، اگر دو مردم به واسطه زبان خودم جنگ کنن، همدیگر را بکشن، قتل کنن و قتل یکدیگر را جایز بدانن یا جهاد بدانن به واسطه زبان، به واسطه نجات، به واسطه خاک، بازی هر دو مشرک میره. چرا که انسان از اسلام و خاک و زبان و وطن باید موافق به شریعت دفاع کنه، نه مخالف به شریعت. پس ما باید الله متعال پرستش کنیم و این زبان ها و نجات ها برای تعارف است، برای بیتر بودن نیست. ابو جهل عرب بوده، مشرک است. بلال رضی الله عنه از حبشه بوده، صحابه بوده، مومن بوده، دیگه از همه مسلمان ها بیتر است. حالا الحمدلله کم شده، کم میشه. این مردم جوان ها میفهمن نه اینجوری است الحمدلله که نیست. این نجات پرستی و قوم پرستی و زبان پرستی و تنظیم پرستی حرام است. و با بعضی چی میکنن؟ رهبر پرستی میکنن، میگه هر چی رهبر ما گفت. باز نفرایی رهبر او رهبر خودم جنگ میکنه، همدیگر میزنه. این به واسطه اسلام الدین نیست، به واسطه چیست؟ تو رهبر من بد گفته، این رهبر او بد گفته. هر رهبری که از قرآن و سنت دفاع کرد، از اسلام دفاع کرد، از نظام اسلام دفاع کرد، از او دفاع کردن درست است، واجب است. رهبری که خود زیر قانون آمریکا باشه، زیر قانون دموکراسی باشه، زیر قانون سکولاریسم باشه، زیر دستور کفار یهود و نصارا باشه، دفاع کردن از اون دفاع کردن از کفر است. بی واسطه الله متعال به ما شما فهمی درست بده که مردم از تبعیض و از نجات پرستی نجات پیدا بکنن. همه غیرت خود یک مسلمان مطابق با قرآن استعمال کنه و مطابق با سنت رسول صلی الله علیه و سلم استعمال کنه. و این غیرت علمی است و ایمانی است. جاهلان استعمال کردن دیگه باز سبب بیدینی میشه. الحمدلله استاد گرامی، فعلا در جامعه بعضی اوقات مشاهده میکنیم که اکثرا قوم پرستی را کسایی میکنن که از دین آگاهی ندارن و بعضیا در پوهنتونا هم که هست که آگاهی دارن از دین. الحمدلله که ما شکر میکشیم که تبعیض و نجات پرستی و پشتون پرستی و تاجیک پرستی ندارن و بعضیایی که امو از بابا و اجدادشان برشان مانده اونا میکنن و اونایی که ندارن همی انگیزه و همی مفکور ندارن اونا رد از دیگه پیدا کردین و میخواین که اتفاق یک وحدت زیر یک پرچم اسلامی داشته باشن. اما امروزه در جامعه بین افرادی که علم ندارن و علم دین نخواندین یا علم دنیا در جامعه نبرآمدین یا اکثرا بینشان تبعیض و نجات پرستی بیشتر هستند. به نظر شخصا خودم که مشاهده کردیم در جامعه بین جوانان و نوجوانان. سگونین الله جل شانو در قرآن کریم میفرماید که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین کسی است که از الله زیاد میترسه و تقوا داره. و تاجیک و ترکمن و ازبک و پشتون کلش میگه لا اله الا الله محمد رسول الله. تا زمانی که کفر و شرک و ارتداد و نفاق انجام نده او برادر مسلمان است، نور چشم است. یعنی میاد من برادر پشتون اینقدر دوست دارم خیلی زیاد، تاجیک دوست دارم، ازبک دوست دارم، ترکمن دوست دارم، بلکه برادر ما انگلیسی زبان باشه، زبان روسی داشته باشه، بالکل لندن آمریکا باشه، اما موحد باشه، یکتا پرست باشه، مقتدی سنت های رسول الله صلی الله علیه و باشه، نور چشم ماست. اما اگر از خانه ما باشه، مرتد باشه، مشرک باشه، منافق باشه، اشداء علی الکفار رحماء بینهم، با او سرسخت دشمن هستم و الله هر وقت که برابر کنه حدود الله رو سرش تطبیق میکنم و هرگز بر دوست ندارم.